زنده باشی. تولد مبارک. ببین اگه کمه یه ذره ببرم. چیزهایی خریدم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خیلی خستم، خیلی زیاد. از صبح بیدارم، مشغول برنامه ریزی هم برای کارهایی که میخوام انجام بدم. فردا تولد مادر شوهرمه. منم تصمیم گرفتم که دعوتشون کنم بیان خونه ما. بعد از طرفیم همونطور که میدونید و ویدیو رو دیدید، داداشم از انگلیس اومده و قراره دیگه این هفته بره. ما خواهرها همه دوست داشتیم که امیر رو دعوت کنیم، خب به هر حال با مامان بیاد خونه هامون، ولی به خاطر اتفاقی که برای مادرم افتاد و حالش خوب نیست، امیر این مدت رو سعی نکرد مهمونی بره، جایی بره، ولی خب دیگه این هفته آخره و قراره بره. ما دوست داریم که خونه هامون بیاد، مخصوصا من که امیر تا الان خونه من نیومده، چون اون زمانی که من ازدواج کرده بودم ما قبلش به اندازه فکر میکنم 7 ماه بود مستاجر بودیم جایی، البته که خونه خودمون بود، چون واقعا حس خیلی خوبی داشتم اونجا. امیر وقتی ما ازدواج کرده بودیم اون خونه اومده بود، ولی بعد از 7 ماه ما دیگه صاحب خونه شدیم و از صمیم قلب برای همتون، برای کسایی که دوست دارن که خونه داشته باشن، دوست دارن حالا شرایط بهتری داشته باشن، برای همتون آرزوی خوب دارم. الهی که با آرزوهاتون برسین، صاحب خونه بشین، صاحب ماشین بشین، صاحب هر چیزی که دوست دارید بشین. خلاصه اینکه ما خونمون رو جابجا کردیم و اومدیم به خونه خودمون و امیر اصلا اینجا نیومده. به خاطر اون خیلی برام مهم بود که وقتی دعوت میکنم بیاد خونه‌مو ببینه. حالا درسته تو ویدیو و فیلم ها میدید، ولی خب دوست دارم از نزدیک بیاد خونه‌مون رو ببینه، چیدمان ما رو، کارهای هنری عادل رو خیلی دوست داشتم. و اینکه خلاصه امیر رو قرار بود دعوت کنم و حالا یه اتفاق دیگه افتاده، اینکه تو همین هفته یعنی فردا تولد مادر شوهرمه و از اونجایی که من خیلی مامان دوست دارم، دقیقاً مثل مادر خود من میمونه و کلا مناسبت ها رو دوست دارم تولد بگیرم و بیان خونه ما، اون روز دیگه بهشون خوش بگذره و کاری نکنن. به مامان گفتم که بیاد برای تولد خونه ما. از طرفی به امیرم گفتم که تولد حالا مادر شوهرم دوست داری حالا زودتر بیا، یا اینکه اصلا همین روز که اونا رو دعوت میکنم تو هم بیاد ببینیشون، خیلی خوشحال میشن. به هر حال امیر رو خیلی ندیدن. بعد امیر گفتش که آره اینجوری هم خوبه، هم مهمونیم تو یه روز میشه، یعنی هم از امیر پذیرایی میکنم، هم امیر خانواده همسرمون میبینه، هم این که خلاصه اونا هم امیر رو میبینن، هم دوره همین خوش میگذره. چون کلا تعداد خانواده عادل خیلی کم جمعیتن، مثل ما پر جمعیت نیستن. کلا عادل یه دونه برادر داره و عرفان هم قراره بیاد، تهران بود قراره برسه، فکر کنم امشب میرسه و فردا خونمون میاد. من از اونجایی که امیر خیلی اصلا دوست نداره کسی معذب بشه، یا تو چی میگم معذب، نه این نه، نمیخواد به کسی سخت بگذره. اول که خیلی قبول نمیکرد که بخواد بیاد خونه ما، بعد که من خیلی دیگه اصرار کردم گفتش که فقط یه غذا، یعنی نه کلا به من، به همه گفتش که وقتی میام خونتون فقط یه غذا درست کنید، من اصلا دوست ندارم تدارک ببینید و اینا. یادتون باشه بکنم تو راه هم گفته بود، حالا نمیدونم اون لحظه رو ویدیو گرفتم یا نه. خلاصه اینکه من از اونجایی که اخلاق امیر رو از قدیم میدونستم، البته که ذائقه‌ها تغییر میکنه طی سالها، ولی از اونجایی که من فکر میکنم امیر باقالی پلو کلا دوست داره، نه با ماهیچه یا مرغ، باقالی پلو دوست داره، دوست داشتم یه باقالی پلو مجلسی خوشمزه درست کنم به سبک خودم براش، که قبلا آموزشش رو گذاشتم بچه‌ها نگاه کنید، خیلی باحاله و رستورانی، دوست داشتم اون رو درست کنم. ولی دیروز که داشتیم میرفتیم خونه خواهرم، امیر گفتش که فکر میکنم سیمین کوکو سبزی درست کرده. بعد پیش خودم گفتم فکر میکنم که امیر دوست داره که اینو گفته. بعد رفتیم، خواهرم درست نکرده بود، به خاطر این سبزی‌ها، به خاطر امیر سبزی گرفتم، گفتم یه کوچولو هم شده کوکو سبزی درست کنم. من روش خودم رو دارم بچه‌ها، آموزش کوکو سبزی هم گذاشتم، خیالتون راحت برید نگاه کنید، خیلی مجلسی و خوشمزه است. اما از اونجایی که نمیدونم امیر زرشک و گردو و پیاز سرخ کرده که حالا همه دوست دارن، اینکه ما بین کوکو میذاری و اینکه اصلا امیر فکر کنم کوکوی خیلی نازک دوست داره،
به خاطر همون من این سری معمولیشو درست میکنم، شکم پر درست نمیخوام بکنم، در حد یک خیلی کم که اگر هوس کرده و این چند وقت نخورده خلاصه کوکو سبزی بخوره. غذای اصلیمون بچه‌ها شد باقالی پلو با مایشه. در کنارش گفتم خب اگر بخوام یه خورش درست کنم، بعد میگم چون گفته بود که یه غذا، خب ولی من به امیر گفتم امیر من مامانینا رو دعوت میکنم هیچ وقت یه غذا درست نمیکنم، چون دوست دارم تنوع باشه، شاید اصلا اون روز اونو دوست نداشتن، حداقل رو درواسی گیر نکنم، بتونن یه غذای دیگه بخورن. بعد من گفتم که در کنارش اگه بخوام خورش درست کنم باید یه برنج سفیدم کنارش بذارم و دیگه خیلی اینجوری زیاد میشه و مطمئنا امیر خوشش نمیاد. گفتم بهتره مرغ درست کنم، مرغ شکمپر. امروز عادل گرفته، موادم زدیم بچه‌ها، یخچالمون خیلی پره اینطوری. من مرغ رو گرفتم، مواد زدم گذاشتم بمونه طعمدار بشه، فردا به حسابش رسیدگی میکنم. ماهیچم گرفتم برای فردا، داخل پلاستیک حالا جا به جا میکنم. میوه بچه‌ها این نه اینکه فکر کنید حالا برای چی دارم میگم، نه، اگر پدر مادرایی هستن که کانال ما رو دارن دنبال میکنن این حرف منو بر حسب این بذارید که دوست دارم اگر واقعا به این موضوع فکر نکرده بودید یا حالا اصلا اهمیتی نداشت براتون، ببینید که چقدر طرف مقابل خوشحال میشه. اولا که وظیفه من بوده بخوام دعوتشون کنم دوره هم باشیم بهمون خوش بگذره، ولی انقدر که پدر شوهر و مادر شوهرم انقدر که چی میگن به همه چی فکر میکنن، انقدر به فکر عادلم بخوره به تخته خیلی به فکر ما هستن. بنده خداها از اونجایی که میدونن همه چی گرون شده، به هر حال خیلی سخته، مثلا آدم مهمون دعوت میکنه یا حالا دوره همی میخواد بگیره، به خاطر همون میوه ها رو گرفتن. آلبالو من دقیقاً دیروز امیر داشت میگفت دوست دارم آلبالو خوب پیدا کنم بخرم، انقدر دلم میخواد مثلا هر چقدر دوست دارم بخورم چون اونجا اینجوری آلبالو نیست. بعد من داشتم فکر میکردم تو میوه‌هایی که قرار به عادل بگم بخره مفید و مختصر بگم این چند تا چیزی که خیلی خوبه درست حسابیه و مثلا همیشه نیست و اینا، اونو بخره ما بخوریم. یهو دیدم امروز عادل اومد با یه پلاستیک میوه، یعنی چند تا پلاستیک میوه، بعد دیدم گفتم وای دست درنگ حواست بود و اینا، گفت نه بابا گرفت، خدا الهی بمیرم، پدر شوهرم انقدر عاشق هم خودش میوه است هم میگم خیلی به ما فکر میکنه، اینکه مثلا چیزی کم و کس نباشه، در هر حال همیشه به ما توجه میکنه، دستش هم در نکنه میوه داخل یخچال من بعدم میشورمشون. یه چیز دیگه، چون تولد بود بعد مدت ها دلم خواست خودم کیک تولد درست کنم. خیلی سخته، نه اینکه خیلی سخته بچه، آموزشش رو حتما به زودی براتون میذارم، وقت میکنم آموزش میگیرم براتون، نه اینکه سخته، من چون خیلی کار دارم واقعا زمان زیادی از من گرفته میشه، هم خونه رو تمیز کنم هم غذا درست کنم، مخصوصا که چند تا غذا قراره درست کنم. این کیکم درست کردم، فقط باید اینو برش بزنم و خامه کشی کنم که حتما آموزشش رو براتون میذارم، چون خامه کشی کردن این کیک یکم زنگ و فنگ داره. حالا یه نکته بهتون میگم الان یادتون باشه بعداً دوباره تکرار میکنم، خامه قنادی شما حتما اگه بخواید از خامه قنادی استفاده کنید کارتون خیلی راه میفته، راحته. اینکه حتما باید داخل ظرف فلزی فرم دارش کنید و بذارید بیرون که یخش آب شه. حالا من اینو گذاشتم بیرون، اومدم با شما صحبت کنم تا اون آب بشه، من سبزی رو پاک میکنم بعد دیگه اونو فرم میدم. از منطقه آزادم میام. خیلی برام یه نکته دیگه هم بگم بهتون، اینکه خیلی برام سخته کادوی تولد برای کسی بخرم. اگه با کسی خیلی نزدیک باشم، یعنی سلیقه‌شو کامل بدونم، خب میدونم چی بگیرم، ولی اگر سلیقه کسی رو ندونسته باشم سعی میکنم که بهش پول بدم یا نظرش رو بپرسم. ولی خب مامان دیگه فرق داره، دوست نداشتم ازش بپرسم یا اینکه بخوام مثلا پول کادو بدم. چیزی که فکر کردم نیاز داره، خیلی همیشه در موردش صحبت میکنه، موهاشه. برای شامپو گرفتم، همون شامپویی که بر خودم گرفتم استفاده میکنم، یه بار براش گرفته بودم راضی بود، گفتم شامپو نرم کنندش رو براش میگیرم. یه برس گرفتم براش، لباس خیلی نگاه کردم، این ملاقه برای خودمه، این ملاقه یه برس هم براش گرفتم جنس خوب بامبو که خیلی تعریف میکنن عالیه. حالا اینا رو گرفتم، با یه شال براش گرفتم، امیدوارم که خوشش بیاد، حالا بعد کادوش میکنم. بچه‌ها خیلی من اهل شال و روسعی نیستم، شاید نمیدونم سلیقه‌م مناسب باشه یا نه، ولی میدونم عاشق رنگ بنفشه. گفتم یه ترکیب رنگ حالا سرخابی و بنفش و
توسی و اینا بگیرم براش. اینم از این. خواهرم امروز گفتش که از این خوشبو کننده ها برای سرویس و حالا فضای خونه است. داشتم بهش میگفتم که بازم از اینا استفاده میکنیم. گفت نه خیلی گرون شده. گفتم یه مغازه تو منطقه آزاده. بعد البته امروز دیدم که 2 تا مغازه کلا همین برند رو فقط میفروشه. گفتم قیمتش هم مناسبه. گفت طالبیشو اگه داره بگیر. دیگه امروز دیدم طالبی داره براش گرفتم. حالا میبرم بهش میدم. دیگه چی خریدم؟ نمیشه دیگه بریم بعد برای خودم چیزی نگیرم. البته اینو مریم برام زحمت کشیده خریده، من انتخاب کردم، مریم حسابش کرد. اینم خیلی دوست دارم. عاشق ماگم دیگه، نمیشه منطقه برم بدون ماگ و اینا بیام. خیلی دوستش دارم. خب حالا بریم پی کارمون. خیلی کار داریم چون فردا هم میگم باید غذاها رو درست کنم و یکم تمیز کنم، زمان میبره. بریم که به کارمون برسیم. نمیدونم صداش براتون میاد یا نه. ما خب بندر انزلی زندگی میکنیم و گمرک داریم. زمانی که یک کشتی جدید میخواد وارد بشه یا فکر میکنم خارج بشه، این صدایی که میشنوید و میزنن اصولا. ولی خب الان دیگه مثل قدیم نیست، خیلی کشتی داخل گمرک نمیاد. حالا چرا دارن اینو میزنن این بوقو؟ این بوق برای اینه که امروز ملوان که تیم شهر بندر انزلی بازی داشت و اگر میبرد میرفت برای، حالا من خیلی فوتبال بلد نیستم ببخشید، میرفت برای لیگ برتر فکر میکنم. به خاطر همون خیلی مردم خوشحالن. از همون زمانی که من داشتم ویدیو میگرفتم که گفتم تازه اومدم خونه و میخوام کارامو انجام بدم، از همون موقع تازه برنده شده بود. همین جوری سر و صدای ماشین و بوق ماشین و صداهای همین صدای بوق نمیدونم این داخل گمرک و اینا می اومد تا الان فکر کنم ساعت 10:30 شب قرار بوده که یه جشنی بگیرن. اتفاقا یکی از دوستام هم زنگ زد الان به من که میای، ما همه انزلی هستیم. گفتم من فعلا خونم کار دارم، فردا مهمون دارم، ولی اگر بتونم چشم حتما میام. ولی حالا فعلا کارامو نکردم. تازه سبزی ها رو پاک کردم، سبزی مرغ شکم پرم شستم، ولی کوکو سبزی گذاشتم فردا بشورم. دیگه الان میخوام خامه رو هم بزنم و گردو خورد کردم موز برای فیلینگش. بعد خود این کیکم 3 برش زدم اینجوری. بعد چون شکلاتیه با شیر و نسکافم قراره یه مقدار مکتوبش کنم. همینجوری صداش میاد. تو خامه یکم میخوام چیزم بریزم، شکلات تخته‌ای، خیلی خوشمزه میشه. نمیدونم حالا وقت میشه چون یه سرم میخواستم تا خونه ماما اینا برم، خواهرم هم قرار بود بیاد. نمیدونم یه سر تا اونجا برم، عادل میرسه با موتور بریم تا میدان. اگه شد بهتون ویدیو میگیره. میذاری این توفندو؟ ببینید تو رو خدا این چه وضع غذا خوردنشه من نمیدونم. ای بابا داشتم صحبت میکردم با دومی جان، این خیالش نیست. آقا فندو بچه از صبح بیدارم، انقدر خستم که نگم براتون. حالا خوبه کار خاصی هم دارم نمی کنم، غذایی که انتخاب کردم خیلی آسونه. از صبح مایچه رو گذاشتم که درست بشه. چیه دم میسوزی ها؟ بچه این لیوان رو تازه گرفتم، از امروز همینجوری یه بند دارم داخلش چای میخورم. فندق میریزی ها؟
جانتو قش کنم. بچه ها خلاصه اینکه از صبح بیدار شدم گفتم آها ماهیچه رو گذاشتم که درست بشه، انجام بشه، درست بشه. برنجم شستم، الان میخوام برم باقالی ها رو تفت بدم که بعد با برنج مخلوط کنم. هر موقع خواستم زیرش رو فقط روشن کنم چون که بعد میترسم عجله‌ای بشه. مرغم مواد شکمش رو درست کردم، داخل مرغ ریختم و داخل ظرف گذاشتم. فکر میکنم آره دیگه الان دیگه بهتره بذارم تو فر، چون حدودا 2 ساعت و نیم 2 ساعت زمان میبره. فندقی هم امروز اومده خونه، میبینید که اصلا بی‌حوصله است. بعد گفتم تو این فاصله تا قبل از اینکه بلند شم دیگه بقیه کارامو انجام بدم، کادوها رو داخل کادو بذارم. حالا فکر میکنم این روسری رو کادو کنم، بعد اینا رو دیگه بذارم همینطوری داخل این پاکت ها. به نظرم من اینطوری فکر کنم بهتره. بعد میوه ها هم شستم، گذاشتم آبش بره و خشکش کردم، داخل ظرفا ریختم، ظرفایی که میخواستم. ولی انقدر که هوا گرم شده دیگه، چون صدای مرغ خروس هم از بیرون میاد، فندق بعد میخونه، پنجره ها رو بستم، پنکه زده بودم. گفتم حالا تا زمانی که مهمونا میان اون موقع کولر میزنم. حالا فعلا پنکه خوبه، ولی میوه استرس دارم که نکنه ذره نرم بشه و اینا. فکر کنم یه دونه‌شو مرغ از داخل یخچال در بیارم بتونم بذارم داخل یخچال، ولی این 2 طبقه رو نگذاشتم گوشه که آفتاب نخوره بهش که بجنبم. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. دیروز کیکم درست کردم، فکر کنم این قلبیه بالاتر بهش میاد. دیروز کیکم درست کردم، خیالم راحت شد. بچه یادم رفت بهتون بگم، سبزی هم که دیشب پاک کرده بودم امروز شستمش، خورد کردم، گذاشتم یخچال که بعد موادش رو آماده کنم برای کوکو سبزی. استعدادم کادو پیچ کردن ندارم به هیچ عنوان. از وقتا یکم ایده اینا نگاه میکنم ولی کیه که عمل کنه. خدا رو شکر اونجایی که اینو گرفتم گفته بودم اگر مثلا خوشش نیامد بیاره عوض کنه، چون واقعا شال و اینا سلیقه‌ایه. جدی من خیلی پیش نیامده شالو بگیرم برای خودم، اکثرا کادو بوده، یا اینکه یه مدلی خیلی دوست داشتم ساده بود تک رنگ اونو خیلی میگرفتم، ولی الان دیگه احساس میکنم دلم نمیخواد که اونو باز برای خودم بخرم. دوست دارم یکم متنوع بگیرم. از بس که دیدم همه شالای خوشگل مشکل میندازن دلم میخواد که چون اضافه اومد. دیشب رفتم خونه مامانینا یه سر چیز خواهرمینا هم قراره بیان. البته بعد از شام گفتم که شام بیان، اصرار کردم گفتن نه دیگه اگه شد بعد شام میان. به صرف شیرینی و کیک اون برش خیلی بد شد، میگم بلد نیستم، باورتون نمیشه. بیاد نداره دیگه ها، اینطوری خوب میشه دیگه. همین دیگه اینو میگم اینجوری بذارم داخلش. نه دیگه اینو دیگه نمیشه کادو کرد، نه همینجوری میذارم. یادم نرفته قیمت، فکر کن آدم کادو بده بعد قیمتش روش باشه. خب امیدوارم که مامان خوشش بیاد، به دردش بخوره چیزایی که گرفتم. این هم میتونم کادو کنم، میگه براش کوچیکه. اصلا اون یه چیز دیگه بود. خب نه بچه ها میگم اینم کادو کنم دیگه، چه کاریه. اونم کادو میکنم حالا که جا میشه.
وقتی که هوا گرمه یه سری از میوه رو گذاشتم اینجا که نور آفتاب بهش نخوره. آفندو قرقرو یه سری هم گذاشتم اینجا، ولی فکر میکنم که باید کولر روشن کنم چون خیلی گرم شده. انگورم گذاشتم دقیقه 90 و توت فرنگی. بریم سر وقت یخچال ببینیم چی داریم. بله اینم از مرغمون، شکم پرش کردم و آماده است. اینم از کیکمون، ببینید چقدر قشنگ شده. حالا یکم توت فرنگی هم شاید برای تزیین بذارم، طالبی هم شستم بعد میارم. اینم سبزیه که خورد کردم برای کوکو سبزی. آلبالو هم داریم، اینو برش دارم ببریم بذاریم تو فر. چقدر سنگینه چون نمیتونم برش دارم. ای وای ای وای بچه نمیتونم. بذاریم گوشو بذارم کنار. اینم دستم بچه درد گرفته و خیلی سنگینه، نمیدونم چرا واقعا دستم درد گرفت. آوردمش بیرون که بذارم داخل فر. اینم که میبینید کرست بچه دستورش قبلا گذاشتم و حتما نگاه کنید. بعد تو زمان پخت یه مقدار زعفرون دم کردم میذارم. اینم از برنجی که شستم. اینم ماهیچمون. به به چی شد چه عصری. بعد آخر سر چیزم بهش اضافه میکنم دیگه، زعفرون. حالا مرغ رو بذارم تو فر تا دیر نشده. بازم یه دستی نمیتونم، باید با دو دستم بردارم. ببخشید. برنج مول استرس داشتم از اینکه این برنج دم نیاد. اصلا این نمیدونم چرا دم نمیومد. هر دو تا باقالی پلو ببینید با حجم زیاد گذاشتم. خب بذار اینو قطع کنم، خیلی صداش زیاد. اینم از مایچمون. بعد امیر کوکو سبزی دوست داشت، اونم نازک نازک. حالا مریم یه این وسطش یه دونه تزیینی بکنه، خودشم اومده. نه مریم سلامتی. این بوده بود. دیگه اونا هم سریع گذاشتیم چون گفتش که میخوام برم جایی. خداوارم این بر گذاشتیم. یه چیزی برای نایدم یعنی خودمون دارم اینجای خوبه؟ آره فقط اینجا شده اینجا خبره. من مردم ولی رو کم کردم بیاد. بچه قبلا آموزش دادم و ببینید چی شد. اون سری یادتونه مریم باعث شده بود که روش قشنگ بسوزه. یادتونه دیگه بهش گفته بودم حواست باشه و حواسش نبود. خودم بهش فکر کردم، اینو دیدم گفتم نیستم اینو بسوزم. نه من حواسم جمعه، خودم انجامش میدم، به کسی نمیسپارم. خلاص این دیگه غذامون مرغ شکم پر ماهیچه هست با اون. خب قادرم که نیومد. اتمام داشتیم ویدیو میگرفتیم زنگ زد ولی من رد تماس دادم. از ساعت 7 قراره بیاد. خب خوشگلمون بچه ولی بازم سوزوندم یه چیزی رو. برنج سوزوندم اینقدر زیر شد زیاد و کم کردم سوخت. خب باشه ولی خب بیرون به من زنگ همه چیز خوب پیش رفت ولی اون برنج سوخته بود. کلا حساب من اونم تقصیر من بود. نه تقصیر من، قابلمه نازکه. بعد گاز یهو خاموش شد، دلم ترکید. گفتم به موقع برنج دم نمیاد ولی خود دیگه چیز شد، زیادش کردم بذاره کفش سوخت. ولی خب همه چی خوب پیش رفت، همه چی خوب بود. اکرم و سیمین و زینب اومدن. امیر ولی رفت بعد از اینکه شامو خورد دوستش زنگ زد چون دیگه آخرین روزاست که اینجاست دیگه. دوستاش زنگ زدن و رفت ولی خب ناراحت شدم، دوست داشتم بمونه. من همیشه آخر شب اسپندود میکنم. البته بعضیا میگن بهتره صبح مثلا اسپندود بشه ولی خب من شبا این کار رو انجام میدم. ظرف و ظروف هم تموم شد. میوه رو دارم جا به جا میکنم. اصلا میوه نخوردن
دیگه اینا رو جدا بزنم داخل یخچال شستم، میترسم خراب شه. اینم که میوه‌ای که درست کرده بودم نخوردم. بعد یه چایی هم آخرین چایی که یعنی دم کرده بودم و گفتم بخورم خستگیم در بره. عادل و فندقم داشتن یوتیوب میدیدن خوابشون برد. اونم یوتیوب منه فکر کنم. نگاه کن قیافشو. ساعت البته حقم دارن، ساعت 5 دقیقه به 2 شبه. مریم هم رفت خوابید، منم دیگه باید برم بخوابم. که به مادر شوهرم، پدر شوهرم، عرفان، خانواده‌ام که اومده بودن خوش گذشته باشه. من دارم آروم حرف میزنم به خاطر اینکه همه خوابیدن دیگه، فقط من بیدارم. منم از اونجایی که تا خونم مرتب نشه خوابم نمیبره موندم، همه چی رو شستم و سر جاشون گذاشتم. فقط مونده بود میوه ها دیگه، اونا رو دارم جا به جا میکنم بذارم یخچال. فردا داریم میریم بیرون، شاید به دردمون بخوره استفاده کنیم. مرسی که همراه ما بودید، ممنون که یه روز از زندگی من در کنارم بودید. خیلی ممنونم که وقت میذارید ویدیوهای منو نگاه میکنید، نظراتتون رو برام مینویسید. خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار و شبتون بخیر.